به نام خدا. با سلام، نسرین استگویی هستم. با سری آموزش‌های ICDL در خدمتتونم. در این بخش می‌خوایم راجع به مخفی و آشکار کردن ریبون‌ها بحث کنیم. ببینید، ما برای مخفی کردن ریبون‌ها 3 تا روش داریم. روش اول استفاده از کلیدهای میانبر هست. خب دقت کنید، من الان از صفحه کلیدم کلید کنترل F1 رو میزنم. خب ببینید ریبون ما مخفی شد. خب الان برای اینکه دوباره برگرده به حالت اول، دوباره همون کنترل F1 رو میزنیم. خب روش دوم ما کلیک راست روی ریبون ها هستش. ببینید اگر ما کلیک راست کنیم روی ریبون هامون، گزینه کلپس ریبون رو بزنیم، ریبون ما مخفی میشه. باز الان برای آشکار کردنش دوباره همون کنترل F1 رو بزنیم هم میشه. روش دومش اینه که از این قسمت شورتکات منیو که این بالا داریم اینو کلیک میکنیم و گزینه سوم رو انتخاب میکنیم. خب یه روش دیگه هم داریم که اصلا این کلپس هستش. این بخش رو میبینید، به این میگن کلپس. این کلپس رو اگر انتخاب کنیم ببینید منوی ما دوباره مخفی شد. خب این شورتکات منویی که داریم اینجا 3 تا بخش داره. یکی اوتو هاید ریبون هست، یکی شو تابز و یکی شو تابز اند کامند. اگه اوتو هاید رو انتخاب کنیم خودش به صورت اتوماتیک ریبون های ما رو مخفی و آشکار میکنه. بخش دوم شو تابز هست که اگر اینو انتخاب کنیم فقط تب های ما رو نمایش میده. و گزینه سوم هم همون شو تابز که ریبون های ما رو هم به همراه تب ها نمایش میده. خیلی ممنون، با تشکر از توجهتون.